این دختر کوچولو شیطون از اذیت کردن همکلاسیاش لذت می‌برد. کاغذ مچاله می‌کرد و پرت می‌کرد به بقیه. هیچکس وجود اینو نداشت چیزی به معلم‌ها بگه، چون همه می‌دونستن این جونور قضیه رو بدتر می‌کنه. اما یه روز مدیر مدرسه صداش کرد دفتر. وقتی درو باز کرد دید پدر و مادرش اونجا نشستن و شنید که مدیر گفت به خاطر همینه که از مدرسه اخراجش می‌کنیم. پدرش رو کرد بهش و گفت برو بیرون عزیزم، سوار ماشین شو، من و مامانت درستش میکنیم. اون با غرور رفت سمت ماشین و میدونست که پدر مادرش قراره ازش حسابی دفاع کنن. اما فردای اون روز وقتی دوباره به مدرسه برگشت، مدیر جلوی در با یک کیسه زباله منتظرش بود. این وظیفه مدرسه توئه برای 30 روز آینده. دختر ناباورانه به پدرش نگاه کرد و گفت بابا کمکم کن. پدر گفت عزیزم، این تصمیم خود ما بود. ما هیچ وقت از قلدری حمایت نمی کنیم. کاری که کردی واقعا اشتباه بود. ما پدر و مادریم. وظیفمون فقط این نیست که غذای تخت برات فراهم کنیم. بزرگترین مسئولیت ما اینه که کمکت کنیم تا یه انسان خوب بشی.